سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من پرستو هستم. شما الان داخل چنل یوتیوب من به نام دوویت پرستو شدین. امروز میخوایم با همدیگه یه دسر گیلانی خیلی خوشمزه درست کنیم به نام کاکا. الان فصل کدو حلواییه. این دسر هم اصلی ترین موادش کدو حلواییه. مواد گرمی داره و خب برای فصل زمستون خیلی مناسبه. مواد اولیه‌اش یک عدد تخم مرغ، مقداری گلاب، کدو حلوایی، 6 تا 7 تکه کافیه، گردوی خرد شده، 1 لیوان شکر و 1 لیوان شیر. البته شیر و شکر رو باید هنگام مخلوط کردن مواد بازم حالا اگه نیاز داشت اضافه کنیم. ادویه های مورد نظرش هم زیره سبز، دارچین، بیکینگ پودر و همینطور هل سابیده شده. و 2 لیوان هم آرد داریم و مقداری آردها رو تفت میدیم تا خامی آردها گرفته بشه. طریقه درست کردن کدو حلوایی هم اینطوریه که کدو حلوایی ها رو زمانی که پوستش رو گرفتین تکه تکه میکنین و میذارید که بپزه با 1 لیوان آب و مقداری هم شکر، حالا بستگی به ذائقه خودتون داره. و زمانی که پختش کامل شد پورش میکنیم. خب بعد از اینکه به خوبی کدو حلوایی هامون رو پوره کردیم و نرم و یک دست شدن، حالا میریم سراغ مخلوط کردن مواد. حالا میخوایم موادمون رو با هم دیگه ترکیب کنیم. 1 عدد تخم مرغمون رو با همزن میزنیم مقداری و شکر رو هم بهش اضافه میکنیم. بعد از اینکه مقداری رنگ تخم مرغمون عوض شد، ادویه ها رو هم بهش اضافه میکنم و همینطور پوره کدو حلواییمون رو. میزان گردو بستگی کاملا به ذائقه و سلیقه خودتون داره و اینکه اصلا کلا میتونید گردو رو اضافه نکنید، چون یه سری افراد اصلا گردو نمیریزن توی شیرینی کاکا، ولی این کاملا سلیقه‌ایه و خوشمزه ترش میکنه. البته من کل پوره کدو حلواییمو نریختم به خاطر اینکه ممکنه که موادم رو خیلی شل کنه اون تعداد کدو حلوایی. بعد از اضافه کردن آردم اگه دوباره دیدم نیازه دوباره بهش پوره کدو حلوایی اضافه میکنم و حالا مقدار گلابی هم که داشتیم رو هم اضافه میکنم. بعد از اینکه مواد رو با هم دیگه ترکیب کردیم و خامی آردمون هم گرفته شد، حالا نوبت اینه که آردمون رو الک کنیم داخل مواد. بعد از اضافه کردن آرد به موادمون به خوبی با هم دیگه مخلوطشون میکنیم و در ادامه شیر رو هم بهش اضافه میکنیم. وقتی که 1 لیوان شیر رو من کامل داخل موادم ریختم و میبینم که هنوز موادم سفت هستش، 1 لیوان شیر دیگه کم کم شیر بهش اضافه میکنم تا ببینم که چقدر براش کافیه. و دوباره بهش 2 قاشق کدو حلوایی اضافه میکنم.
خب حالا مواد به غلظتی که میخوام رسیده و اینکه لطفاً بچشید مایه‌تون رو و ببینید که به چه چیزای دیگه این نیاز داره. اگه شیرین‌تر دوست دارین شکر بیشتری اضافه کنید یا مثلا کدو حلوایی بیشتری اضافه کنید. میگم این دسر خیلی ذائقه‌ایه ولی در نهایت باید ما به این غلظت برسیم. حالا مایتابه رو روغن میریزیم و اجازه میدیم که کاملا داغ بشه. بستگی به مایتابه‌مون مواد رو داخل تابه میریزیم و مقداری صافش میکنیم. و در تابمون رو میذاریم. خب بعد از اینکه یه طرفش کاملا طلایی شد برش میگردونم کامل و اجازه میدم که پخت اون طرفش هم کامل بشه. و بعد از اینکه پخت اون طرف هم کامل شد و مقداری رنگ گرفت برش میزنیم، حالا هر جور که خودتون دوست دارید. حالا میرم سراغ سری دوم. البته این کاملا ذائقه‌ای و به سلیقه خودتون بستگی داره که دوست دارید شیرینیتون ترد باشه یا نرم باشه. هر چقدر که مایه‌تون رو بیشتر بریزید شیرینی نرمتری دارین. دوستای گلم اینم از شیرینی کاکای ما که حاضر شد. امیدوارم شما هم درست کنید، دوست داشته باشید و نظراتتون رو برام بنویسید چون خیلی برام ارزشمندن. لطفاً کانال رو به نام دوویت پرستو سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو بزنید چون که هر هفته ویدیوی جدید داریم. دوستتون دارم.